عنکبوت هرگز نمیدونه که وعده بعدیش قرار از کجا برسه. با این حال هر صبح دوباره تارش رو میتند. باران نابودش میکنه، باد از هم میدردش، حیوانات از میانش رد میشن. با این حال عنکبوت دوباره شروع میکنه. از تار دیروزی شکایت نمیکنه، به چیزی که شکسته نمیچسبه، فقط یه تار دیگه میسازه. چون عنکبوت چیزی رو میدونه که اغلب ما فراموش کردیم. کار تو تنیدن تار در آسودگیه. نتیجه فقط در دستان باد هست. شاید زندگی از تو نمیخواد همه این نتیجه ها رو کنترل کنی. شاید فقط از تو میخواد که به تنیدن تار در آسودگی ادامه بدی. چون معنا در چیزی که باقی میمونه پیدا نمیشه. معنا در چیزیه که حاضری دوباره بسازی. هنر زندگی هم دقیقاً در همین است که در آسودگی عمل کنی، اما از نتیجه و زمان رها باشی. تو میتونی بادبانت رو باز کنی، میتونی قایقت رو به آب بزنی، میتونی مسیرت رو انتخاب کنی و تمام توانت رو برای حرکت به کار بگیری، اما نمیتونی باد رو مجبور کنی از سمتی که تو میخوای بوزه. باد فرمان بردار خواسته های تو نیست. گاهی آرام میوزد و گاهی طوفانی. تو بادبانت رو تنظیم کن، اما به باد دستور نده. تو قدمت رو بردار، اما اصرار نکن که زندگی دقیقاً همون نتیجه ای رو بده که تو پیش تصور کردی. چرا که نتیجه در دستان باد هست و باد را نمیتوان گرفت، فقط میتوان با جریان باد همراه شد. گاهی باد تو را به همان مقصدی میرساند که میخواستی و گاهی مسیرت را عوض میکند تا جایی بروی که حتی نمیدانستی وجود دارد. پس وقتی که باد میوزه مقاومت نکن. شاید هنر زندگی این نباشه که جهت جریان باد رو تغییر بدی. شاید هنر زندگی در این باشه که یاد بگیری با هر بادی چگونه بادبانت رو تنظیم کنی و تسلیم باد بشی.